برنامه یاد وطن، مهر و محبت مهجوران دور از وطن. برنامه یاد وطن از روزگار و آثار شاعران بزرگ تاجیک. برنامه یاد وطن، شعر و ترانه‌ها وصف وطن عزیزمان تاجیکستان. برنامه یاد وطن از رادیوی مهاجر، همنوای قلبی هر یکی شماست. چشمان دلم سوی وطن ره سپر است، با یاد وطن باغ دلم گل بسر است. نیست یک نفس من نکنم یاد وطن، زیرا که وطن برای من چون مادر است. گروی جهان گردم و بینم همه جا، عالم همه زیبا، تاجیکستان دیگر است. برنامه یاد وطن است از رادیوی مهاجر. السلام علیکم هموطنان عزیز و ارجمند و درود و پیغام سرشار از مهر و محبت نثاری همه شما. من دلشاد رمضان هستم، مؤلف و راوی برنامه یاد وطن و در طول این ساعت با بخش های رنگین برنامه شما را آشنا خواهم کرد. اولا صحتی و سلامتی هر یک شما را از درگاه خداوند کریم طلب میکنم و دست بر دعا میبرداریم که بگذار همیشه در تمام روی دنیا و در تاجیکستان عزیزمون خداوند کریم صلح و آرامی و دوستی و همدیگر فهمی را همیشه پابرجا نگه بدارد و دعا میکنیم همیشه که بگذار همه آرزوهای نیکی قلب شما جامعه عمل پوشند. و چه خیلی که میبینیم الکی فصل دی گذشته ایستاده است، یعنی هر روز قدم به سوی بهاری گلفشان می‌نهیم و الکی این زمانها در تاجیکستان عزیز سبزه ها سر کشیدن و بوی بهار نیز میآید. با شکر خدا که باز به بهار نو رسیدیم و باشد که خداوند این بهار را بهار امید و آرزوهای هر یکی ما و شما بگرداند. سامیان عزیز و ارجمند، بیایید یک جا ترانه میشنویم و پس آن میگذاریم به بخش‌های برنامه یاد وطن. با ما باشید. جهان انگشترین باشد نگینی، جهان تخت است اگر تو تخشینی. جهان انگشترین باشد نگینی، جهان تخت است اگر تو تخشینی. بینازم با تو ملکی نازنینی، دیارم جنتی روی زمینی. خدا گرچه گناه بخش و سخی است، کسی قدرت نداند دوزخی است. خدا گرچه گناه بخش و سخی است، کسی قدرت نداند دوزخی. خسو خوری تو دارد مشک و عنبر، تو را هر گوشه سبز و معطر. خسو خوری تو دارد مشک و عنبر، تو را هر گوشه سبز و معطر. تو را صدها گل و صدها گیاه است، توی باغی پر از سرو و صنوبر.
خدا گرچه گناه بخش و سخی است، کسی قدرت نداند دوزخی است. خدا گرچه گناه بخش و سخی است، کسی قدرت نداند دوزخی است. هزاران بی‌نوا را دل نوازی، هزاران درد را درمان تو سازی. هزاران بی‌نوا را دل نوازی، هزاران درد را درمان تو سازی. تو یک سرچشمه آبی حیاتی، تو یک بخشنده عمری درازی. خدا گرچه گناه بخش و سخی است، کسی قدرت نداند دوزخی است. خدا گرچه گناه بخش و سخی است، کسی قدرت نداند دوزخی است. جهان انگشترین باشد میگی، جهان تخت است اگر تو تخشینی. جهان انگشترین باشد میگی، جهان تخت است اگر تو تخشی. بینازم با تو که نازنینی، دیارم جنتی روی زمینی. خدا گرچه گناه بخش و سخی است، کسی قدرت نداند دوزخی است. خدا گرچه گناه بخش و سخی است، کسی قدرت نداند دوزخی است. کسی قدرت نداند دوزخی است. برنامه یاد وطن، مهر و محبت مهجوران دور از وطن. برنامه یاد وطن از روزگار و آثار شاعران بزرگ تاجیک. برنامه یاد وطن، شعر و ترانه‌ها وصف وطن عزیزمان تاجیکستان. برنامه یاد وطن از رادیوی مهاجر، همنوای قلبی هر یکی شماست. یاد از بزرگان. سامیان ارجمند، تصمیم گرفتیم که در این بخش درباره روزگار استاد سعدی شیرازی برای شما معلومات پیشنهاد کرده باشیم. مصلح الدین ابو محمد عبدالله ابن مشرف الدین ابن مصلح الدین سعدی شیرازی سال 1184 در مرکز فارس شهر شیراز به دنیا آمده است. از روی گفته خود سعدی شیرازی، خانواده او به طبقه زیایان تعلق داشته. پدر و بابایانش از اربابان و دانشمندان دین بودند. همه قبله من عالمان دین بودند. مرا معلمی عشق تو شاعری آموخت. تحصیل ابتدایی استاد سعدی شیرازی در زادگاهش گذشته است. در پیشروی معنوی او حصه پدرش خیلی بزرگ بود. بعدها سخنور بزرگ بارها به خاطر می آورد که چی نو پدرش او را به آموختن علم، اندوختن دانش و حرمت معلم استاد تشویق میکرد. او آن لحظه های را به خاطر آورده با کمال فخر میگوید: من آنگه سری تاجور داشتم که سر در کنار پدر داشتم. اگر در وجودم نشستی مگس، پریشان شدی خاطری چند کس. متاسفانه ایام کودکی با فراغت مصلح الدین دیر دوام نمی کند. تقریبا در 12-13 سالگی او پدرش از عالم می گذرد. چشیدن زهر یتیمی تمام عمر او را در خاطر می ماند.
حتی در سال 1257 شاعر به این مصیبت ایام بچگی خود اشارت نموده نوشته بود: مرا باشد از درد طفلان خبر، که در خردی از سر برفتم. مرگ پدر زندگی خانواده را دیگرگون ساخت. برادران مصلح‌الدین خواندن را پرتافته و دکان شاگرد ایستاده تا معاش عائله را تامین نمایند. مصلح‌الدین برعکس به خواندن بیشتر مهر مانده، بعد در تحصیل از تمام امکانیت‌های شیراز استفاده برده برای خواندن را دوام دادن. در آخرهای عصر 12 راه بغداد را پیش گرفت. وی به مدرسه کلانترین بغداد نظامیه داخل شده تحصیل خود را دوام داد. مدرسه نظامیه از مدرسه های دیگری بغداد با آن فرق میکرد که مشهورترین عالمان زمان در آن درس میگفتند. ادبیات در دایره مدرسان و دانشجویان آن مقام عظیم داشت. در کتابخانه مدرسه بیش از 200,000 جلد کتاب‌های قلمی نگاه داشته میشد. در صحن مدرسه ملاقات‌ها، وعظگویی‌ها و بحث‌های عجایب نیز برپا می‌گردید. سعدی در این محیط تربیت می‌یافت و چون دانشجوی پیش قدم معاش ادرار می‌گرفت. هنگام تحصیل در مدرسه سعدی با تصوف و عرفان مایل نموده. تعلیمات عبدالقادر جیلانی که سال وفاتش 1127 را پذیرفت. نهایت در سالهای 1215 1216 شیخ سعدی از بغداد به سیاحت برآمد و اول راه شهرهای مقدس مسلمانی مکه و مدینه را پیش گرفت. در ابتدا سعدی فقط نیت حج کردن را داشت، ولی در طول راه او با مردمی گوناگون واخورده در بسیار محفل‌ها، مجلس‌ها وعظ آراست. آثار خرابی و ظلم را دیده با نصیحت‌های حکیمانه خود می‌خواست که به درد مردم مرهم بخشد. سامیان ارجمند، دوام موضوع از زندگی نامه استاد سعدی شیرازی را انشاءالله در بخش آینده برنامه یاد وطن برای شما پیشکش خواهیم کرد. خب بیایید یک جا ترانه را میشنویم و پس آن میگذاریم به بخش دیگری برنامه یاد وطن. با ما باشید.
آیا می‌خواهید که معلومات‌های عجیبی را بهره‌ور شوید؟ پس با بخش عالم عجایبات سامیان عزیز و ارجمند در بخش عالم عجایبات یا خود بخش آیا می‌دانید قرار داریم و این بخش رو با اون خاطری که طبع شما بالیده باشد، خب خستگی را احساس نکنید، برای شما تقدیم خواهیم کرد. خب وقت رو با طولانی نمی‌کشیم، بیایید می‌گذاریم به این بخش. آیا می‌دانید که بعد از ضربه سرعت شیبه خکی می‌تواند تا به 160 کیلومتر در یک ساعت رسد؟ آیا می‌دانید که نهنگ دارای 1500 دندان میباشد؟ ستاره بحری معاینه سر ندارد. آیا می‌دانید که سوزنک یکی از حشرات‌های تیز پرواز به حساب رفته سرعت پروازش 57 کیلومتر در یک ساعت را تشکیل می‌کند؟ فرانسوی‌ها کبوتر را کرشه پرک می‌نامند. آیا می‌دانید که در ترکیب سیب روغن ناتریه و خلرسترین وجود ندارد؟ کرموش میتواند در یک شبانه روز 75 متر نقب کند. از همه توقف کلانترین اتومبیلی در سال 1980 در بین شهر پاریژ و لیون به عمل آمده بود که درازی آن 200 کیلومتر را تشکیل میکرد. گهواره جنبان یگانه حشرات به حساب می رود که می تواند 360 درجه سر خود را تاب دهد. آیا می دانید که خرس قطبی سرعت 40 کیلومتر در یک ساعت دویدن می تواند؟ آیا می دانید که مارها می توانند در دوام 3 سال به استعمال خوراک خواب روند؟ طبق حسابات متخصصان دوامناکی پرواز مرغ خانگی 13 ثانیه را تشکیل می دهد. از همه پشه کلانترین روی زمین در امریکای جنوبی می باشد. درازی سطح بدنی آن 5 سانتی متر تشکیل داده، بالهایش تا 10 سانتی متر می تواند دراز شوند. آیا می‌دانید که ژاپنی ها سیر پیاز را در خوراک همراه نمی کنند؟ آنها این نمود سبزیجات را تنها با هدف‌های طبی استفاده می‌برند. در سال 1999 از انتارکتیدا یخپاره جدا شده بود که حجم آن برابر شهر لندن بود. آیا می‌دانید که به کار درآوردن محرک اتومبیل با استفاده از کلید از سال 1949 این جانب آغاز یافته است؟ آیا می‌دانید که رنگ خون ملخ سفید است؟ مرغ مرجان گوش ندارد، به نگاه نکرده شنواییش خیلی خوب میباشد. سامیان گرامی، این همان معلومات های عجیبی بودند که به سهم شما رسانیدیم و بیایید یک جای با هم ترانه میشنویم و سپس میگذاریم به بخش دیگری برنامه یادی وطن. وطن همچو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم. تو جانم جهانم نیارم ایانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. تو جانم جهانم
جهانم نهانم یارم تو را مادری مهربان دوست دارم. عزیزم قریبم من یک دل تو را بیگمان دوست دارم. کجا میدهم بر جهان خاک راحت توی چون در شایگان دوست دارم. توی چون در شایگان دوست دارم. تو را ای وطن همچو جان دوست دارم. فراز از تن جان به جان دوست دارم. تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم. پایی تو میهن نبینی تو هرگز زیان دوست دارم. ندارد هوایی گوهرت پاریس من این جنت جاویدان دوست دارم. من این جنت جاویدان دوست دارم. تو را ای وطن همچو جان دارم. فراز از تن جان به جان دوست دارم. تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم. تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم. برنامه یادی وطن مهر و محبت مهجوران دور از وطن. برنامه یادی وطن از روزگار و آثار شاعران بزرگ تاجیک. برنامه یادی وطن شعر و ترانه‌ها وصف وطن عزیز ما تاجیکستان. برنامه یادی وطن از رادیوی مهاجر همنوای قلبی هر یکی شماست. ترانه زندگی. بهشت در زیر پای مادران است، گفته است حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. در این پند بزرگوار حکیم نظامی با نظم آورده است: جنت که رضای مادران است، در زیر خدام مادران است. جانم قربانت مادر. تاریموی مادری من، تاریموی مادری من از برایم گوهر است. در زبانم هر زمان نام پاکی مادر است. مهر قلبش چون فروغ از کرده راهم را سفید. جان من قربان یک کف خاک پای مادر است.
روز تا شب، روز تا شب، شب همه شب در سری گهواره است. جان من بادا فدای الله‌های مادر است. نیست بر مهرش برابر، نیست بر مهرش برابر. خدمت یک عمرم، عمری من قربان مهری به بهای مادر است. هرچی دور استم دیگر، هرچی دور استم دیگر از مهر به پایانی او. هستیم اول خداوند، بعداً دعای مادر است. بهشتی به قدم‌های تو رویان، مرغان غزل خوان سخن از مهر تو گویان. پیران و جوانان همه چون کودک نوزاد، پیران و جوانان همه چون کودک نوزاد. دامان تو گیرند و تمنای تو جویان، دامان تو گیرند و تمنای تو جویند. مادر همه خوبی، همه نیکی، همه پاکی، آهنگ سمایی و زبانی گلی خاکی. مادر همه خوبی، همه نیکی، همه پاکی، آهنگ سمایی و زبانی گلی خاکی. مادر مادر مادر. صدنامه دستوری وفا میرسد از تو. مادر به جهان نور و صفا میرسد از تو. صدنامه دستوری وفا میرسد از تو. با علی شیرین سری گوهره دنیا، با علی شیرین سری گوهره دنیا. بر گوش جهان نام خدا میرسد از تو. بر گوش جهان نام خدا میرسد از تو. مادر همه خوبی، همه نیکی، همه پاکی، آهنگ سمایی و زبانی گلی خاکی. مادر همه خوبی، همه نیکی، همه پاکی، آهنگ سمایی و زبانی گلی خاکی. گلهای بهشتی به قدم‌های تو رویان، مرغان غزل خوان سخن از مهر تو گویان. پیران و جوانان همه چون کودک نوزاد، پیران و جوانان همه چون کودک نوزاد. دامان تو گیرند و تمنای تو جویند، دامان تو گیرند و تمنای تو جویند. مادر همه خوبی، همه نیکی، همه پاکی، آهنگ سمایی و زبانی گلی خاکی. مادر همه خوبی، همه نیکی، همه پاکی، آهنگ سمایی و زبانی گلی خاکی.
سامیان عزیز و ارجمند، در همینجا رسیدیم به فرجام برنامه یاد وطن. طول این ساعت من دلشادی رمضان با شما بودم و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. اگر ذره هم برنامه ما پسند شما گردیده باشد، خیلی هم سرفراز میگردیم و خیلی شاد میشویم اگر خواهش درخواست و پیشنهادهای خود را به عنوان برنامه یاد وطن و پست الکترونیک رادیوی نقطه مهاجر @gmail رو به ما ارسال نمایید. و اگر فراموش نکنید که وطن عزیز ما تاجیکستان است و در این وطن ما را پدر و مادر، دوست و برادر، زن و فرزندان انتظار هستند. باید وطن باشد و وطن را دوست دارید. تا برنامه آینده، خدا حافظ.
تاجیکستانی جان تاجیکستانی جان مسار تاجیکان کشوری عاشقان تاجیکستانی جان تاجیکستانی جان